الحمدلله وحده الصلاة و السلام علی من لا نبی بعد. سلام و رحمت الله بر همه شما بینندگان عزیز و گرامی. شما امروز حتما از روزه خود راضی هستید، از روز خود راضی هستید. چرا؟ برای اینکه تونستید این روز رو با موفقیت و با روزه گرفتن پشت سر بذارید. پس من به شما تبریک میگم. حقم هست که تبریک بگم. چرا که تبریک کی آدم میگه؟ وقتی عروسی میکنه، وقتی در امتحان موفق میشه، وقتی یه چیز خوب میخره، وقتی در کاری پیروز میشه. خب شما امروز رو پیروز شدید، با یک عمل خوب ختمش کردید و زندگی همین روزاست دیگه. اگه آدم چقدر عمر میکنه؟ کل عمر آدم 1000 ماست، حد اکثر، کم و بیش. پس شما امروز موفق بودید و حق است که به شما تبریک بگم. اما یک سوال میتونم ازتون بپرسم، چطور شد که موفق شدید؟ چطور شد؟ خب میگی روزه گرفتم موفق شد. آفرین، ولی چطور شد که تونستی روزه بگیری؟ خب میگم که بالاخره این موفقیت چجوری بوده؟ اگه خوب فکر کنین میبینید که علت این موفقیت شما و این کامیابی شما چند چیز بود. یکی اینکه شما امروز هدفی برای خود گذاشتی، ایمان داشتی که اون هدف درسته، ارزشش داره، و دیگه که کمی در مورد سختی کشیدی. روزه که بی سختی نمیشده، سختی هم کشیدی چون دیدی ارزشش داره. و این کار رو با دوستان پایان بردی. شاید بگی که روزی که یک کار تنهاییه، درسته که یک کار تنهاییه، منتها جامعه چون روزی گرفت برای شما کار آسون کرد. خب پس علت موفقیت شما معلوم شد. هدف داشتی و ارزش دادی به این هدف و دیدی که عیب نداره که برای این هدف زحمت بکشی. زحمت کشیدی، صبر کردی و بالاخره موفق شدی تا به خوشحالی رسیدی. خیلی خوب. دنیا ببینید یه جور تکراره، همه چیز یه جور فرموله. شما هر جا که دور کنار دو بذاری 4 میشه. درسته یا نه؟ همینطور هم وقتی که شما یک اسباب کامیابی رو کنار هم بذاری در کارهای دیگه موفق میشی. همینطور اگر یک کاری که منجر به ناکامی میشه 100 بارم تکرار کنی منجر به ناکامی میشه. مثال شما در کره شمالی دولتش مثلا رای گیری اعلام کنه، شما برو رای بده. خب نتیجه باز هر چی باشه آخر همونی میشه که دولت میخواد. 1000 بارم که رای بدی تا یک عامل تغییر نکنه، نتیجه همونی میشه که دفعه قبل شده. یک مثال بود فقط برای درک مسئله. پس در مورد خوبی بدی اگر قرار باشه که آدم یک کار رو تکرار کنه، قبلا دیدیم که نتیجه اون کار چی شد، دوباره تکرار کنی نتیجه همون میشه. شدی از رحمت خداوند به ما این است که شب و روز قرار داده. خودش میفرماد، خودش معرفی میکنه و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه. شب و روز رو پشت سر هم قرار داد. برای چی؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. برای کسی قرار داد که میخواد تذکر بگیره یا میخواد که عرضم به حضورتون که شکر کنه. پس شما اول تذکر بگیر از اینکه امروز موفق شدی، چه باعث شد که موفق شدی، و شکر کن و فردا همین کار رو در کارهای دیگه تکرار کن و سعی کن یک درجه بهتر بشی. یعنی یک درجه آدم باید نه 100% سعی نکنه. یکی از مشکلات ما این است که کوشش میکنیم همه کارهای ما درست بشه. نه، اینجوری نکنیم. از دیروز خود یک درجه بهتر باشیم. شب شروع میشه یک هدف قرار بدیم، روز شروع میشه یک هدف قرار بدیم، یک درجه بهتر باشه. و این ناممکن است مگر اینکه ما علم داشته باشیم. علم اساس هر کاریه. الان این عرایضی که به شما کردم علم دیگه. شما تقلید میکنی برای موفقیت، از خودت تقلید کن و از خودت تقلید کن. عرضم به حضور شما که با این کار شما بهشت به دنیا میاری. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه به آخرت بری بهشت برای تو به دنیا میاد. همین امروز بهشت مگه جای چیست؟ جای خوشحالی است دیگه. امروز وقت افطار شما خوشحال شدی یا نشدی؟ شدی. چرا که حدیث هم هست که انسان که روزه میگیره خوشحال میشه. خب این خوشحالی با سختی به دست اومد یا نیومد؟ و برعکسش جهنم ظاهرا، البته جهنم راستش بخوای برعکس هم نیست، در دنیا هم سختیه، در آخرت هم سختیه.
و این نکته ای است که میخواستم امروز به شما بگم که روز زندگی یعنی همین روزها. آخر هر روزی شما بیایید اون روز رو محاسبه کنید. اونی که گذشت رو با یک استغفار پاک کنیم. اونی که مونده اون روزایی رو نگاه کنیم که موفق شدیم. بیا همین کار رو بکنیم که ژاپنیا کرد دیگه. ژاپن وقتی دید که اروپایی‌ها پیشرفت کرد، پادشاهش گفت ما چیکار کنیم که این پیشرفت کنیم؟ رفت اونجا دقیقاً کارشون رو تقلید کرد. حالا ما بیایم از دورم نریم، از خودمون تقلید کنیم. روزی رو که موفق بودیم همون روز عوامل موفقیت رو ببینیم و روزی که شکست خوردیم عوامل شکست رو ببینیم و روز بعد سعی کنیم که اگر عوامل پیروزی بود تقلید کنیم، اگر عوامل شکست بود تقلید نکنیم، تکرارش نکنیم و اگر چنین نکنیم 20 سال دیگه همین زندگی رو خواهیم داشت که داریم امروز. اگر چنین نکنیم یعنی اگر ما از روزهای خوب خود تقلید نکنیم و از روزهای بد گذشته خود اظهار تنفر نکنیم. مثال ببینید، مثلا فرض کنید اگه انسان مدرسه ای است که درس خونده مثلا قبول شده، علت قبولی خودش ببینه چی بوده. ما روزه رو برای مثال زدیم که روزه هم یک امتحان بود دیگه، قبول شدیم. در هر کاری اگر از کار خودت بیکار شدی ببین علت چی بوده، حتما عواملی داشت. ما مشکل ما این است که این عوامل رو میذاریم به دیگران. همه میگه آقا گناه فلانیه، همیشه آخرین بار چرا گناه فلانیه، چی شده که فلانی با تو دشمنه، اونا ببین دیگه، ریشه رو پیدا کن. بی خود که هیچ کس با کسی دشمن نمیشه. ببین چه کردی که دشمنی زیاد شده. آقا میگه چرا درس نخوندی؟ میگه معلم با من دشمنه. معلم مگه دیوونه است که با تو دشمن باشه؟ پس قضیه چیست؟ قضیه این است که این روزهایی که خدا برای ما قرار داده برای این است که ما اعتماد به نفس قرار بده. چون که ما با گرفتن روزی اعتماد به نفس پیدا میکنیم، میفهمیم که آقا ما یک کسی هستیم، یک هدف دو هدف نداره. ما یک کسی هستیم، تونستیم بگیریم روزه رو دیگه. شما بیا به غیر مسلمان بگو آقا بیا این 16 ساعت 17 ساعت غذا نخور، باورش نمیشه که بشه. آب نخور، ولی تو دیدی که میتونی. پس میتونی. اگر در روزه که یک عبادت سخت است تونستی، در هر کار زندگی میتونی. روزه فقط تمرین است برای اینکه ما در بقیه زندگی خود موفق بشیم. پس از امروز به خودت اطمینان کن، از خودت در کارهای خوب تقلید کن و مطمئن باش که موفق میشی. اینم یادتون باشه که این رو به بچه‌هاتون هم یاد بدید. نگید که آقا تو هیچ کاری بلد نیستی، تو هیچ کاری بلد نیستی. اگر برای چی ما یک بچه‌ای که روزه میگیره تشویقش میکنیم؟ این درست است که ما میگیم یعنی عبادت خدا رو کرده، اما در این حال ما از اینکه بچه این اراده رو داشته، اینکه تونسته خودش رو یک روز غذا نخوره تا شب غذا نخوره، این برای ما به اصطلاح این است که این بچه قوی است. پس هدف از روزه این است که ما اراده خود رو تقویت کنیم و در روزهای بعد، در ماههای بعد بتونیم از این قدرت اراده کمک بگیریم و موفق بشیم در زندگی. هدف از زندگی شکست نیست، موفقیت و کامیابی پیروزی است. این یادتون باشه. اگر این نبود چرا خداوند به ما میگه که بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه؟ حسنه که مفت نمیاد دیگه، با کار میاد. و فی الاخرت حسنه. چرا در آخرت هم حسنه؟ برای اینکه در دنیا که حسنه نداشته باشی آخرت هم نداری. خوب توجه کنید، دنیا مزرعه آخرته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. الله و حافظ و نگهدار همه شما بینندگان عزیز و گرامی.